شما الان فرض کنین که ما داریم با تلفن با زیدون صحبت میکنیم، فرض کن این خودکارم مثلا تلفن مایه میرم میذارم اینجا دیگه، خسته شدم از بس دستم گرفتم، فکر کنم مثلا از این چیزایه، از اینه که تو گوشه جا میکنی، اسمش نمیدونم چی الان یادم رفته، هندزفریه، هدفونه، چیه وا بمانه. حالا ولش کن. حالا سلام، چطوری؟ قربونه، چاکرم. امروز ولنتاین بود راستی، یک تبریکم. هم یک تبریک ما نگفتی که تو یک ما رو آدم حساب کن، یک تبریک بگویم که هم یک پیام بده لا. یک پیام بده ببینید مثلا عشق جان، مثلا عشق جان که نه، مثلا ببینید آی غریبه یا ولنتاین مبارک، اینجوری. یاد آهنگ غریبه 7-8 سال پیش افتادم، 15 سال پیش. خلاصه که ما بهت پیام دادم بازم سین نکردیم، هنوز کجایی، با چند نفری هم برات خرس خریدن، هم بعد تخمم که خرس خریدن. ما هم برات یک چیز بلند خریدم نگه داشتم تو خانه. خیار بادمجون نیست نه، چیزه گلدون، پای گلدونه، گلم توش هست از. خلاصه که با ما سر بزن، این همه با پسرای دیگه نپر، ما هم یک پسر، ما هم بدبخت، ما هم زنگ زده. جونتو فردا شب وقت کردی بیا خانه‌مون، هیچکی خانه‌مون نیست، یعنی همشون رفتن مشهد حرم. تا 3-4 روز نیستن دیگه. جونتو تا 3-4 روز دیگه تلمبه بزنیم دیگه. کار نداری، قربونت، خدا حافظ.